رفقا مسجل هستم. امروز قراره یه سرتیفیکت خیلی خفن بهتون نشون بدم. لطفا برای حمایت از ما ویدیو رو ساب کنید و حمایت فراموش نشه. خب یکی از گانه پرکاربرد توی بازی که همه استفاده میکنید 100% M4 و M700 که تمام اسکوهای موجود ویدیو برداشتیم که از پایین شروع میکنیم تا بالا. این از اسکوب هولو سنسیویتی با چیز هم هست، با جیروسکوپ بستگی به کنترل شما هم داره. سنسیویتی یه چیز کاملا سلیقه‌ایه و باید با سلیقه‌تون شما سنسیویتیتون رو بچینید. که گانه اصلیه بودیمونم هست. حالا M700 لگد زیادی داره، ولی اگر بتونید لگدش کنید و یه سنس خیلی خوب بچینید روش، سنس خواهید داشت. و شکل شما میتونید آن داشته باشید. خب وقتش که کد بهتون نشون میدم. خب میایم اینجا بخش سنسیویتی، خیلی آروم میام اسکرین شات بگیرید. بدون ایم هم هست، ADS رو دیسیبل کنید و همچنین اینم تنظیمات کاراکتر و برای کسی که ژیرو دارن این هم قسمت ژیرو و همچنین که اینا همش حدودیه و برای هر گوشی گفتم متفاوته، ولی حدوداً همینو یکم کم و زیاد کنید تو حدود 10-20 تا میتونید یه سنس خیلی متعادل برای خودتون بچینید و این هم رو دیسیبل کنید، دوتاش دیسیبل. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی فعلا.